سلام، جاوید حسین زاده هستم و اینجا کانال آلفا موبایلی. پیشنهاد میکنم اگه تازه وارد چنل ما شدید لطفاً ابتدا چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا از ویدیوهای خفن ما جا نمونید و پیشنهاد میکنم واسه دوستاتونم بفرستید تا اونا هم از آموزش‌های ما استفاده بکنن. بدون معطلی بریم واسه آموزش خفن امروز. خب دوستان، امروز میخوایم یک ترفند بسیار خفن و کاربردی بهتون معرفی کنم، ترفندی که مطمئنم تا الان نمیدونستید و حتما واسهتون کاربردی و جالب خواهد بود. خب حالا دقیقاً این ترفند چیه و چه کاری انجام میده؟ شما با استفاده از این قابلیت میتونید هر عکس و هر نوشته‌ای که داخل گوشی موبایلتون هست رو به هر زبون دنیا که دلتون بخواد ترجمه بکنید بدون نیاز به اینکه شما اپلیکیشن یا برنامه مختلفی دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. فقط کافیه که شما یه عکس که دلتون میخواد اینو ترجمه بکنید رو انتخاب بکنید، یا برعکس مثلا شما از یک متنی که دلتون میخواد عکس بگیرید و داخل این چیزی که میگم شما باید داخلش آپلود بکنید تا اون متن رو به هر زبان دنیا که دلتون بخواد و با بالاترین کیفیت واسهتون ترجمه بکنید. برای اینکه شما از این قابلیت استفاده بکنید باید ابتدا اینترنت گوشی موبایلتون روشن باشه و بعدا شما باید وارد گوگل گوشی موبایلتون بشید. از قسمت بالا شما باید لنز گوگل رو انتخاب بکنید و اینجا هر عکسی که دلتون میخواد رو شما میتونید اونو ترجمه بکنید. شما باید بعد از اینکه عکس رو انتخاب کردید از قسمت پایین شما باید گزینه ترجمه رو بزنید و اینجا میبینید که بالا نوشته فارسی به فارسی، یعنی متنی که هست رو به فارسی دوباره ترجمه کرده که شما میتونید با کلیک کردن روی اون شما هر زبون دنیا که دلتون بخواد اونو ترجمه بکنید. حالا من روی انگلیسی کلیک میکنم و میبینید که به صورت خودکار واسم اون متن رو به انگلیسی تبدیل کرد و حالا سایر زبون‌ها هم داره که شما میتونید از قسمت بالا زبون‌های مختلفش هم امتحان بکنید. قابلیت بعدی این ترفند در واقع اینه که شما میتونید با استفاده از اون و دوربینی که داخل خود همین لنز گوگل وجود داره شما میتونید روی هر متنی بگیرید و اون متن رو واسهتون ترجمه بکنه و شما فقط با یه اسکرین شات میتونید اون متن رو ذخیره بکنید و ازش استفاده بکنید. قابلیت بعدی این برنامه اینه که شما میتونید با استفاده از اون مثلا این متنی که داخل حالا این عکس قرار داره شما میتونید مطالب مربوط به اون رو داخل خود گوگل واسهتون بالا میاره. برای این کار شما باید گزینه تکلیف شب رو انتخاب بکنید و میبینید که وقتی که این متن رو انتخاب کردین و این عکس رو انتخاب کردید و روی این گزینه کلیک کردین و گزینه تکلیف شب میبینید که مطالب مربوط و عکس‌های مربوط به اون رو واسهتون بالا میاره و اینجا هر عکسی که شما دلتون بخواد که مربوط به همون نوشته شما هست رو میتونید دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. ترفند بسیار خفنیه و پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده بکنید و دیگه برنامه هایی که شما واسه ترجمه کردن و چیزهای مختلف نیاز دارید داخل گوشی موبایلتون رو دور بندازید و از این قابلیت خفن گوگل استفاده بکنید که مربوط به خود گوشی موبایلتون هست. خب دوستان، اینجا یه نکته بگم، این که این قابلیت روی هر گوشی موبایلی که شما دلتون بخواد قابل دسترسی هست، مخصوصا گوشی‌های اندرویدی، و شما نیاز نیست که مثلا گوشی سامسونگ یا شیائومی داشته باشید، از هر دو میتونید استفاده بکنید و به این قابلیت خفن دسترسی پیدا بکنید. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم ویدیو امروز واسهتون مفید بوده باشه. لطفاً با لایک کردن از ما حمایت بکنید، زیر ویدیومون کامنت بنویسید، نظرتون رو در مورد ویدیو امروز و سایر ویدیوهایی که داخل کانال قرار میگیره با ما در میون بذارید تا ما هم از نظراتتون مطلع بمونید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.